صبح امروز در تالار مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر ترسونزاده مجلس برگزار شد که در آن راهبران کارخانه و تشکیلات معاونان صحفی اشتراک داشتند. در این همایش مسئله برگزاری تجلیل روز کنستیتوسیا، به اتمام رسانیدن نقشه دعوت تیرماهی جوانان به صف قواهای مسلح، جمع‌آوری پخته، کشت تیرماهی موردی بررسی و گفتگو قرار داده شد. از طرف مسئولین مقامات محلی تمام راهبران وظیفه‌دار شدند که در نزد کارخانه و تشکیلات شعار آویزه‌ها را وابسته به تجلیل روز کنستیتوسیا نصب نمایند و برگزاری چاره‌بینی‌ها را وابسته به تجلیل روز کنستیتوسیا به نقشه بگیرند. در این هفته ما تصمیم گرفتیم که نقشه چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر ترسونزاده وابسته به فهمانده دادن مضمون محتوای کنستیتوسیا اهمیت آن گروه گذرانده می شود، گروه کاری تأسیس داده می شود و وابسته به تمام کارخانه و اداره های داخلدار طبق نقشه تصدیق نموده رفته با خوری‌ها را شخص‌های مسئول می‌گذرانند. همزمان طول 3 هفته است که در روزنامه دیاری ترسونزاده وابسته به کنستیتوسیا از جانب راهبران کارخانه و مؤسسات و تشکیلات‌ها از جانب شهروندان مقاله‌های جالب به تب رسید و در طریق تلویزیون محلی دیگر نیز علاقه برنامه‌ها وابسته به کنستیتوسیا رفته ایستاده است. گفته شد که چاره‌بینی‌های در پیش ایستاده اهمیت سیاسی داشته برای برگزاری آن تمام راهبران کارخانه و تشکیلات وظیفه‌دار می‌شوند. همچنین برای تازه نمودن حدود شهر ترسونزاده از پرتاب و خزان‌ریزه‌ها یک قطار راهبران موظف گردیدند.